حالا این شعر اشاره است به آقای ترامپ. تبه گردد آن مملکت عن قریب، کزو خاطر آزرده آید غریب. اون مملکتی که بیگانه ها و غریبان، ریفیوجیا، مهاجران، ویزاداران، گرین کارت داران، اینا توی اون کشور آزرده خاطر بشن. گوش میکنید، تبه گردد آن مملکت عن قریب، به زودی، کزو خاطر آزرده آید غریب. غریب دومی باقی این است. غریبان، کسانی که ایلینز، اهل اون کشور نیستن، وقتی خاطر آزرده بشن اون مملکت ویران میشه. عن قریب. بعد میگه غریب آشنا باش و سیاح دوست. با غریبان آشنا باش، ویزیتورا رو دوست داشته باش. سیاح دوست، ویزیتور، اگزکتلی. که سیاح جلاب نام نکو، جلاب این جلب کننده، ویزیتور نام نیک میاره. که سیاح جلاب نام نکوست، میره و برای تو نام نیکو کسب میکنه، جلب میکنه در دنیا. میگه رفتیم اون کشور با ما اینجوری رفتار کردن، انقدر امنیت بود، انقدر ما رو محترم نگه داشتن، اذیتمون نکردن، سینجیممون نکردن و امثال اینا و امثال اینا. گوش میکنید، اینو مولانا سعدی در کی داره میگه؟ در 750 سال پیش. و میبینید که همچنان زنده و قائم است این مطلب واقعا. حالا کاری ما به آمریکایی‌ها نداریم، ما خودمون اینجا غریبه ایم هممون. کشور خودمون رو ببینید. خب ما مثلا با بیگانگان، با غریبه ها که میان چگونه رفتار کردیم، چگونه رفتار میکنیم با افغان ها، با دیگران. به هر حال سخنانی است که متوجه انسانیت است. هر جا، اهل هر بلدی، هر سرزمینی، هر کشوری. اینجا هم همینطور میبینید که به اصطلاح در یک کشوری که دموکراتیک هم هست و سنت دموکراسی قوی و نهادینه شده هم داره، باز این مواعظ و نصایح شنیدنی است و به کار بردنی است، برای اینکه گویا مردمان یادشون میره و باید دائما تذکار داد. غریب آشنا باش و سیاح دوست، که سیاح جلاب نام نکوست. بعد نکته خوب بعد، حالا یک چیزی گفتیم در طعن به آقای ترامپ، یک سخنی هم داره که تا حدودی در راستای سیاست ایشون هم هست، اونم باید بشنویم تا اینکه بالانس حفظ بشه. غریبی که پرفتنه باشد سرش، میازار و بیرون کن از کشورش. غریبی که میخواد بیاد و تروریسته و کلش پر از فتنه است، نه اونو نه، با اون نمیشه ملایمت کرد. اونو میازار، اذیتش نکن، ولی بیرون کن از کشورش، بیرونش کن. تو گر خشم بر وی نگیری رواست، که خود خوی بد دشمنش در قفاست. اما اگر پارسی باشدش زاد بوم، حالا اگر کسی دشمن توی و فارسه از جای دیگه نیامده، به صنعاش مفرست و سقلاب و روم، بیرونش نکن، نگو برو جای دیگه، تبعیدش نکن. همانجا امانش بده تا به چاشت، نشاید بلا بر دگر کس گماشت. میگه اگه این آدم فتنه‌گریه و بلاست، چرا این بلا رو جای دیگه میفرستی؟ خودت نگرش دار، خودت مهارش کن، اینو به جای دیگه صادر نکن. اما اگر از جای دیگه اومد، میازارو و بیرون کن از کشورش. این هم از نکته. من اینا رو میخونم تا ببینید چقدر ریزکاری در سخن سعدی هست، تا کجاها رو این مرد دیده و نکته های نیکویی رو که سفارش کرده به پادشاه زمان.